دوشنبه پروداکشن. یکی بود یکی نبود، زری عثمانی کبود، یه عاشقی ساده‌ای که دل شکسته بود. قصه از حال میکرد، گله از یاری میکرد، با یک صدای بادر از شادیاش میگفت من یک دیلی داشتم فدای یار کردم. به خبر از حالی خود عجب خطایی کردم. من که یه دیلی داشتم فدای یار کردم. به خبر از حالی خود عجب خطایی کردم. دل و دلش که دادم و گفتم دوای دردم و باش با وفای قلبم و نکرد وفای. اول دلم و بردن و بعدم زدن شکستن و احساسی قلب کشتن و وای بر چه جرمی. این دل که خود شکسته بود، آخی که خیلی ساده بود، حالی دلی خسته ایم و هیچکی نفهمید. دل و نگاش که بستم و خواستم بگیرد دستم و اما زدن که پستم و آخ با چه سودی. دلش که دادم و گفتم دوای دردم و باش با وفای قلبم و نکرد وفای. اول دلم و بردن و بعدم زدن شکستن و احساسی قلب کشتن و وای بر چه جرمی. این دل که خود شکسته بود، آخی که خیلی ساده بود، حالی دلی خسته ایم و هیچکی نفهمید. دل و نگاش که بستم و خواستم بگیرد دستم و اما زدن که پستم و آخ با چه سودی. کردم به خبر از حالی خود عجب خطایی کردم. سلام علیکم برادران. نه پیش دومی ماده پویز گذاشته سه داشتا پا اگه واگان هشته هر روز میز کنم نه هر روز 5-6 مورم میز کنم خویست برادرای تلفن یا 5 فروشی داریم. کسی میخره تلفن نوای کامنتری ده بنویسه، نمره در کامنتری هسته بدونین چرخ میکنیم. 5-10-17 سست یعنی شما دانشونتون نوردارو 64 گیگاشه. کسایی که تلفن یا 5 بشناسن 64 گیگاشه. تلفن نوای کاروچی коробка نداره، نشد زیش کپی پاسپورت میتونم اوده کار میکنه. نه برادرها کسی در کار باشه بنویسید.